امروزه بیش از 23% مردم جهان سیگاری هستند. جوان و مسن، زن و مرد فرقی نمیکنه. و میدونیم که سیگار هم سرطانزاست، چون در سال حدود 8 میلیون نفر به خاطر مصرف سیگار از بین میرن. هیچ جنگی انقدر کشته نداده. داخل سیگار چیه؟ تنباکو. حالا تنباکو چیه؟ از کجا اومده؟ تنباکو یک نوع گیاهی که برگای پهنی داره و در اصل در آمریکای شمالی و جنوبی رشد میکرده. حدود نیم متر ارتفاع داره و یک شیره چسبناکی هم ازش ترشح میشه که بعدها فهمیدن خواص دارویی داره. محبوب ترین تنباکو ویرجینیا هستش. علت محبوبیت ویرجینیا اینه که مقدار زیادی قند داره و دود تنباکوشون شیرینه. سرخپوستان اولین کسانی بودن که از تنباکو استفاده میکردن. نقاشایی که روی سنگ‌ها کشیدن نشون میده که تنباکو به قدری براشون ارزش داشته که اونو یک گیاه مقدس میدونستن. در اواخر قرن 15 میلادی سال 1492 کریستوف کلمب دریانورد ایتالیایی وارد قاره آمریکا شد. بومیان آمریکا به گرمی از اون استقبال کردند و چیزهایی از قبیل میوه، غذا، نیزه و همچنین برگ‌های خشک شده گیاه تنباکو به اون هدیه دادن. در حالی که کریستوف کلمب گیاه تنباکو رو نمیشناخت، توجهش رو جلب کرد و پس از تحقیق کردن متوجه شد که برگ خشک شده تنباکو یک دارایی ارزشمند میان بومیان آمریکاست که اونا بیش از 2000 سال واسه اهداف دارویی و مذهبی ازش استفاده میکردن و تونست شیوه استفاده تنباکو رو ازشون یاد بگیره. کریستوف کلمب تصمیم گرفت که بذر تنباکو رو به کشورش بیاره و با کشت و توزیع تنباکو به اقتصاد کشورش کمک کنه. همچین کاری اروپاییان هم انجام دادن. اونا اومدن آمریکا و با گیاه تنباکو روبرو شدن و وقتی از بومیان پرسیدن این گیاه چیه، اونا با لهجه خودشون میگفتن توباکو. اروپاییان که متوجه شدن برگای تنباکو چه استفاده ازش میشه، تصمیم گرفتن که این گیاه رو به اروپا ببرن و با کشت و توزیع آن کم کم در اروپا رواج پیدا کرد. و دلیل محبوبیتش در اروپا این بود که اونا اعتقاد داشتن تنباکو خواص درمانی داره و سرطان رو درمان میکنه. حتی اونا روش جدیدی برای استفاده از تنباکو کشف کردن. اونا پیپ رو به وجود آوردن که برگ خشک شده تنباکو رو میریختن داخلش و دودش رو میکشیدن. بومیان آمریکا که از این موضوع باخبر شدن، اونا هم دست به کار شدن و واسه استفاده راحت‌تر از تنباکو اولین چپاق‌های تاریخ رو ساختن که در جشن‌ها بزرگان قبیله ازش استفاده می‌کردن و اسمش هم گذاشته بودن چپاق دوستی. این چپاق‌ها بین قبیله سرخپوستان دست به دست می‌شد که پیمان دوستی برقرار کنند. با بالا رفتن ارزش تنباکو و گسترش آن میان کشورها بالاخره به پرتغال رسید و شخصی به نام نیکوت بذر تنباکو را از پایتخت پرتغال به فرانسه برد و به ملکه فرانسه هدیه داد. چون این گیاه واسه ملکه خیلی خاص و محبوب بود، برای تشکر از نیکوت اسم تنباکو رو نیکوتین گذاشت. پرتغالیا حتی تنباکو رو به ایران هم آوردن، اما نه به عنوان هدیه. پرتغالیا به جنوب ایران حمله کردند و جزیره هرمز را اشغال کردند و تنباکو رو وارد ایران کردند. شاه عباس بعد از شناخت تنباکو تصمیم گرفت تنباکو رو گسترش بده و موفق شد امتیاز انحصار تنباکو رو به دست بیاره که باعث اقتصاد ایران شد. پس از گذشت چندین سال، ناصرالدین شاه که حاکم ایران بود تصمیم گرفت در سال 1275 خورشیدی به انگلستان سفر کند و به مدت 50 سال امتیاز تنباکو از کشت، توزیع و فروشش به یک شرکت انگلیسی داد و مقابلش مقداری پول گرفت. ولی بعد از مدتی به درباریان اون شرکت رشوه داد و تونست دوباره امتیاز تنباکو رو به مدت 50 سال از آن خودش کنه. سال 1605 در عثمانی مصر و هند تنباکو ارزش زیادی پیدا کرد و شخصی به نام ابوالفتح گیلانی در دربار اکبرشاه گورکانی در هند خدمت میکرد. ابوالفتح با شناختی که از تنباکو داشت متوجه شد که برای سلامتی مضر است و به اکبرشاه اجازه استفاده از اون رو نمیداد. واسه همون قلیون را اختراع کرد، چون معتقد بود دود تنباکو اگه با آب همراه باشه سم اون از بین میبره و دیگه ضرر نداره. همون موضوع باعث شد قلیان در تمام خاورمیانه گسترش پیدا کنه.
و پس از اون چند ملت دیگه مثل ایرانیان، عثمانیان، مصریان و حتی سرخپوستان از قلیان استفاده میکردن. اما با گذشت زمان مردم از روش‌های چپق و قلیان واسه استفاده تنباکو خسته شدن و از نظر اونا یه روش تکراری و بیکلاس بود و دنبال یک تنوع جدید بودن. اونا تو این فکر بودن یه روش بهتر و ساده‌تر کشف کنند. به همین دلیل سرخپوستان برگ بریده شده و خشک تنباکو رو لای یک کاغذ نازک میپیچیدن و استفاده میکردن. تا اینکه در سال 1881 جیمز بانزک اولین ماشین تولید سیگار را اختراع کرد که روزی 120,000 سیگار تولید میشد. بعد از چند سال این کار پیشرفت زیادی داشت که باعث شد بزرگترین کارخانه تولید سیگار در سال 1901 در انگلستان تأسیس بشه. اما امروزه در سراسر جهان سالیانه صدها بیلیارد سیگار مصرف میشه. سرطانزا بودن سیگار اولین بار در سال 1956 توسط یک جراح عمومی تشخیص داده شد که یک رابطه مشکوک بین سیگار کشیدن بیش از حد و سرطان ریه وجود داره. با اینکه مردم از سرطانزا بودن سیگار مطلع بودن، اما هیچ کدوم به روی خودشون نمی آوردن و هر کسی که سیگار نمی کشید از نظر اونا بیکلاس بود. آریزونا ایالتی در غرب آمریکاست که در سال 1973 استعمال سیگار را در تعدادی از مکانهای عمومی ممنوع کردند که این کار بسیار پیشرفته‌ای بوده در اون زمان. اما شرکت‌های سیگارسازی با این کار مخالف بودند. تازه راه به راه می‌رفتن تبلیغات سیگار انجام می‌دادن، چون پول داشتن، قدرت داشتن. تا اینکه سال 1971 دولت آمریکا یک قدم برداشت و تبلیغات سیگار را ممنوع کرد. اما امروزه در خیلی جاهای دنیا هنوز تبلیغات سیگار وجود داره. خیلی‌ها میگن سیگار بدترین اعتیاد دنیاست. درستم میگن، چون 8 میلیون نفر در سال به خاطر مصرف سیگار از بین میرن. اول ویدیو هم گفتم هیچ جنگی انقدر کشته در سال نمیده. تنباکو کلاً سمه، اما سیگار خیلی خطرناکتره و به خاطر اینکه سیگار راحت‌تر کشیده بشه صدها ماده سمی دیگه بهش اضافه میکنن که 43 تا از اونا به شدت سرطان‌زاست.